داستان فیلم توی سال 1897 در اقیانوس آرامه. یک کشتی بزرگ قایق کوچیک 3 نفره رو پیدا میکنه. اونا میفهمن که پدر مادر این بچه مردن و اسم این پسر ریچارده و یه بیوه سرپرستیشو به عهده میگیره. این بیوه یه دخترم به اسم لیلی داره. توی کشتی بیماری وبا شیوع پیدا کرده و کاپیتان مجبور میشه بیوه رو با 2 تا بچه با یه خدمه سوار قایق کوچیک کنن تا اونا رو نجات بدن. ریچارد میزنه زیر گریه و خدمه میگه که اینا باعث خطرن و اونا رو تهدید میکنه، چون فکر میکنه اونا همه آب و غذاها رو میخورن. سارا عصبانی میشه و میزنه خدمه رو میکشه و جسدش رو میندازه توی دریا. اینا ادامه میدن و به یه ساحل میرسن، ساحلی که ریچارد توش به دنیا اومده. سارا هم یه کمپ کوچیک اونجا راه میندازه و بعد گروهی میرن دنبال آب و غذا که اونا هم آب پیدا میکنن هم غذا. و ریچارد هم مشغول بازیه که یه دفعه طوفان میزنه و ستاشون رو خیس میکنه و اونا هم تو پناهگاه نامناسب پناه گرفتن. سارا تصمیم میگیره که یه مکان امن‌تر پیدا کنه و اونا میرن یه خونه پیدا میکنن که ننه بابای ریچارد اونو ساخته بودن. ریچارد میدوه تو دنبال پدر مادرش و سارا میره ریچارد رو پیدا میکنه و بهش قول میده من مادرت میشم و دیگه روال عادی زندگیشون رو ادامه میدن. این خانواده کوچیک یاد گرفتن تو طبیعت چطور زنده بمونن و سارا فهمیده که هر 3 ماه یه بار وقتی ماه کامل میشه بومی‌ها از اون منطقه رد میشن و اقدامات لازم رو انجام میده که تا چند سال آینده با اونا برخورد نداشته باشه. چند سال میگذره، بچه‌ها یکم بزرگتر شدن و زمان زیادی رو توی جزیره بودن و سارا 2 تا قانون براشون در نظر گرفته که یکیش اینه که قبل از تاریکی خونه باشن و به هیچ وجه به اون قسمت جزیره نرن و از سارا به اونا درسای زیادی دادن، مثل آموزشای دینی، چطور مثل آدم باشن رو یاد دادن. بعدن وقتی بچه‌ها دارن ماهی شکار میکنن با یک کوسه روبرو میشن و روی صخره گیر میافتن و ریچارد مجبوره با ماهیایی که شکار کرده حواسشو پرت کنه و اونا میرن سوار و قایق میشن. سارا نگرانشونه و میره دنبالشون و اونا هم همون موقع به ساحل میان. یه روز طوفان شدیدی میشه و میزنن سقفو خراب میکنه. بگذریم. سارا دچار بیماری مرگبار شده و برای بچه‌هاش توضیح میده که منو کجا دفن کنید و روی سنگ قبرم چی بنویسید و به ریچارد میگه اسمتو روی سنگ قبرم بنویس حتی اگه من مادرت نباشم. سارا میفته و میمیره و اونو نزدیک خونه خاک میکنن تا خونه رو ببینه و حواسش به بچه‌ها باشه. بچه‌ها تنها میشن و فیلم به چند سال جلوتر میره. عید پاک و ریچارد اصرار داره که تخم مرغ پیدا کنه و لیلی مخالفه. اونها یه مسابقه میذارن که هر کسی 10 تا تخم مرغ رو پیدا کرد برنده جایزه. هر دوشون 9 تا رو پیدا میکنن و ریچارد اجازه میده که اون برنده بشه و جایزه‌ش مرواریده. بعدن وقتی ریچارد داره با کوسه میجنگه، لیلی روی بدن ریچارد کراش میزنه. زندگی الان فرق میکنه، اونا بزرگتر شدن. وقتی اونا دارن حرف میزنن لیلی میگه که به جای اینکه من بغل تو بخوابم میخوام تختم ببرم یه قسمت دیگه خونه. صبح وقتی لیلی بلند میشه میبینه که پریود شده و هیجان زده میشه و میره پیش ریچارد که بهش بده، ولی روش نمیشه و با هم بحثشون میشه. ریچارد هم به یه سمت دیگه جزیره میره، جایی که بومی‌ها جشن گرفتن و ریچارد هم خودشو با گل سیاه میپوشونه و میره توی جشن، ولی با یه بومی درگیر میشه و پا به فرار میذاره. و وقتی لیلی رو پیدا میکنه لیلی ازش میخواد که هیچ وقت فراموشش نکنه و ترکش هم نکنه. بعدا وقتی دارن با هم ازدواج میکنن و به هم حلقه میدن یه کشتی میاد که دنبال آب شیرینه و زوج ما هم بدون لباس میرن و بهشون سلام میدن. کاپیتان میره دخترش میاره و شروع میکنه از اون تعریف کردن و بعد به لیلی اینا میگه که شما خواهر برادرین و لیلی و ریچارد میگن که نمازم شوهریم. اونا تعجب میکنن و بعد به خونه میرن و کاپیتان و دخترش به اون لباسای جدید میدن و بعد میشینن شام میخورن و بعدش سیلویا با ریچارد شروع میکنن به رقصیدن و لیلی میخواد اونو پس بگیره و لباسشو میپوشه و آرایش میکنه مثل سیلویا و ریچارد هم بهش میگه که خیلی احمقی. بعدش ریچارد با سیلویا میرن تا وقت بگذرونن و لیلی هم میره لباساشو بشوره. ریچارد میفهمه که سیلوی به چشم داداشی نگاش نمیکنه و میخواد باهاش ازدواج کنه. ریچارد هم عصبانی میشه و میره خونه و میبینه که یکی از خدمه میخواد به لیلی تجاوز کنه و به موقع میرسه و جلوشو میگیره. ریچارد تیر میخوره، بقیه خدمه هم سری میان. یکی از اعضای خدمه میخواد ریچارد رو بکشه، اون میفته دنبال ریچارد هم میپره توی آب تا کوسه اونو بخوره و کوسه اونو میکشه و پایین میخوره و عشق میکنه. ریچارد برمیگرده پیش لیلی و لیلی بهش میگه من هیچ وقت نمیخوام برم توی تمدن مدرن، بچه‌مو بیارم دنیا و میگه که میخوام بچه‌م دور از اسلحه باشه. صبح کشتی راه میفته و میره و ریچارد و لیلی طوری رفتار میکنن که انگار اتفاقی افتاده. ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید، لایک کنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.